ما نباید بگیم مرگ به اسرائیل، مرگ بر حاکمان 57 کشور اسلامی. غزه در محاصره اسرائیل نیست، بلکه غزه در محاصره کشورهای اسلامی هست. متاسفانه تظاهرات میکنن مرگ بر امریکا. به گفته مهاتیر صدر اعظم فقید مالیزیا، شما مرگ نگوین به امریکا، مرگ نگوین به اسرائیل، فقط نفت خود را قطع بکنین. این طیاره های امریکایی که به اسرائیل کمک میکنه از پایگاه هوایی انجرلی که ترکیه بلند میشه. این ادعاهای واهی که ترکیه میکنه همش دروغ است. میدان هوایی تبوک در سرزمین سعودی، تبوک اونجای مقدسی که رسول الله صلی الله علیه و آله با رومی ها جنگید، امروز میدان هوایی تبوک در خدمت امریکا قرار داره که از اونجا اسرائیل هم تجهیزات میشه و جهان کفر را فرصت میده که بر بالای مسلمان ها حاکمیت بکنن. بزرگترین میدان هوایی یا پایگاه هوایی امریکا در آسیا در قطر است، میدان هوایی العدید که بیشتر از 10,000 نیروی امریکایی و چند صد طیاره در اونجا حضور داره و شب و روز از اونجا عملیات میکنن. امی که لیبیا را بمباردمان میکرد، امی که افغانستان را بمباردمان میکرد، امی که عراق را بمباردمان میکرد و امی که یمن را امروز بمباردمان میکنه از قطر بلند میشه. میدان هوایی العیسا در بحرین قدیمی ترین پایگاه هوایی امریکاست که بیشتر از 70,000 امریکایی در اونجاست و از اونجا عملیات میکنن بالای تمامی کشورهای اسلامی. میدان هوایی علی سالم و احمد الجابر در کویت در اختیار امریکایی ها قرار داره، با نفت رایگان قرارداد نفتی بستن. پس عزیزان محترم، اسرائیل و امریکا نمیزنه غزه را، غزه را مصر میزنه، غزه را اردن میزنه، غزه را کویت میزنه، غزه را بحرین میزنه. از پول اینهاست که اسرائیل تغذیه میشه. کشتی های اسرائیلی از بندرهای ترکیه و از بندرهای سعودی و از بندرهای بحرین و کویت و عمان و قطر حرکت میکنن میرون. اسرائیل که مرزی بیرونی نداره با کفار، از هر مرزی که استفاده میکنه اون مربوط به یکی از کشورهای اسلامی میباشه. غزه در محاصره اسرائیل نیست، بلکه غزه در محاصره کشورهای اسلامی هست. متاسفانه همین کشورهای اسلامی که داد میزنن، تظاهرات میکنن مرگ بر امریکا. به گفته مهاتیر صدر اعظم فقید مالیزیا، شما مرگ نگوین به امریکا، مرگ نگوین به اسرائیل، فقط نفت خود را قطع بکنین. اما قدر همت داشته باشید. شما مرگ نگوین به اسرائیل و امریکا، شما فقط همه قدر بکنین که فضای خود را کنترل بکنین. فضای اونها در اختیار اسرائیل قرار داره و به محافظت اسرائیل استفاده میشه. شما میبینین امروز موشکایی که از یمن فیر میشه، پیش از اینکه به اسرائیل برسه توسط اردن راهگیری میشه. موشکایی که از ایران فیر شد به طرف اسرائیل در فضای چندین کشور راهگیری شد و نگذاشتن مگر تعداد اندک شه و هم نتوانستن که به اسرائیل رسید. یعنی این افتضاح هست. ما نباید بگیم مرگ به اسرائیل، مرگ بر حاکمان 57 کشور اسلامی. تا زمانی که ما ترکیه را آزاد نکنیم، تا زمانی که ما مصر را آزاد نکنیم، تا زمانی که ما اردن را آزاد نکنیم، تا زمانی که ما سعودی را آزاد نکنیم، قطعا غزه آزاد نمیشه. سوگند به الله که غزه آزاد نمیشه. غزه در